ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 71. تعلیمات مزدک ماهیت اجتماعی و زمینه‌های اقتصادی جامعه‌ای با عدالت و بشردوستانه را بعد افکار اخلاقی زردوشت، یعنی غایه پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک را باز هم به پایه‌های بلند برداشته، ارزش‌های عمومی بشری تمدن آریایی را جلای تازه بخشید. این جنبش فراگیری اجتماعی و مذهبی رستاخیزی واپسین تمدن آریایی بود که بعد ظهور اسلام به کام فراموشی رفته، سپس در عصرهای 16-17 در یک قطار کشورهای اروپا به خصوص فرانسه با نام تعلیمات جامعه با عدالت و بشردوستانه کمونوی پدید آمد. بعد مرگ مزدک پیروان او به فعالیت پنهانکاری گذشته افکارش را در سراسر ایران گسترش می دادند. زن او خرمه دختی پاتک از قید تیغ خسروی انوشیروان رها یافته همراه چندی از پیروانش برای فرار نمود. آنها در رای فرقه پنهانی خود را سازمان داده به ترغیبات آیین اجتماعی و دینی مزدک پرداختند که در تاریخ با نام پیروان خرمیه یا خود خرم دینان یاد می شوند. دیرتر پیروان بابکیه با خرم دینان پیوسته با سروری پیشوایشان بابک چندین آشوب‌های استقلال خواهانه ضد عرب‌ها را برانگیختند. پیروان بابکیه یا خود خرم دینان در 3 نبرد شدید به قشون‌های عرب ضربه هلاکت‌آور زده در خراسان شمالی و آذربایجان و ارمنستان نفوذ زیادی پیدا کردند. نهضت ابو مسلم خراسانی و اسیان مقنع نیز از سرچشمه انقلاب اجتماعی مزدکیان غذا گرفته به افکار استقلال خواهی ضد اجنبیان و آشوب‌های مقابل ثروتمندان در خراسان و ماوراء النهر، علل خصوص قیام‌های پیکند، بخارا، سمرقند و مبارزه قهرمانانه مردم خوتلان الهام می بخشید. عظمت و شکوه واپسین ساسانیان و هیتالیان در آستان نفوذ ترکان و ظهور اسلام. بعد کشته شدن مزدک و از تخت برکنار شدن قبادیک سالهای 531-579 خسروی یکی انوشیروان شاهنشاهی کرده است که این دوره عظمت و شکوه دوباره امپریای ساسانیان بود. حکمرانی خسروی یکی انوشیروان که حمایتگری منفعت اشرافان با نفوذ و روحانیان کشور بود، از اصلاحات کلی مادی و معنوی کشور سر شده دولتی از لحاظ اقتصادی، نهاد اجتماعی و نظام حربی ضعیف گشته ساسانیان را نجات بخشید
و به زینه‌های بلندی پیشرفت رسانید. در نتیجه اصلاحات اقتصادی و بخش اندازستانی و نظام حربی، اداره کنی ملک رو به بهبودی آورده، بحران عمیق جامعه ساسانی تدریجاً برطرف گردید. خسروی انوشیروان سیاستمدار زیرک، سروری دوراندیش و شخصیت عاقل و توانا بوده، پراکندگی سیاسی و ضدیت‌های اجتماعی مملکت را تدریجاً برطرف ساخت و قدرت نظامی و اقتصادی امپریای سابقه ساسانیان را برقرار نمود. موافق اخبار تاریخ طبری، قباد 10 پسر داشت که از همه آنها انوشیروان داناتر و عاقلتر بود و بر رأی و تدبیر و کفایت تمام و زیرک و با ادب بود. چنان که در بالا گفتیم، در عهد قباد یک ضرورت اصلاحات ساحه اندازستانی پیش آمده بود که آن دیرتر در زمان شاهنشاهی خسروی انوشیروان ادامه یافت. موافق معلومات سرچشمه‌های تاریخی، خسروی انوشیروان نظام اندازستانی را عادلانه کرده، حتی امر داد که خرما، زیتون و دیگر درختان میوه دهنده را بشمارند تا در داد و ستد انداز بی عدالتی راه نیابد. به خصوص ترتیب اصلاحات اندازی که در انتهای شاهنشاهی قباد آغاز یافته بود، در عهد خسروی یکی انوشیروان به انجام رسید و اندازستانی را به نظام آورده شکل‌های انداز از زمین، خراج و جزیه را به رسمیت درآورد. نظام اندازستانی نو نسبت به پیشتر سبکتر بوده، باعث رواج و رونق ساحه کشاورزی و خواجگی دهقانی آزاد می گردید. ساختار خراج ستانی نیز تکمیل یافته، موافق حاصلناکی زمین از 10 تا 3 حاصل را تشکیل می داد. خراج سرانه باشد از سرشمار مردان 20 تا 50 ساله ستانیده می شد. از دادن جزیه روحانیان، عملداران دولتی و طبقه جنگاوران آزاد باشند هم این اصلاحات اندازستانی تدریجاً به رشد اقتصادی مملکت مساعدت نمود. تاریخ طبری جریان اصلاحات اقتصادی و دیگرگونی‌های نظام خراجگذاری را در عهد قباد و خسروی انوشیروان چنین می‌نگارد: پیش از قباد در جهان خراج نبود مگر 10 و 5 و 4 و جایی بود که 21 گرفتندی بر مقدار آبادانی و نزدیکی و دوری آب. پس قباد بفرمود تا همه مملکت ساحت کردند تا خراج نهند و خمس و ربع و عشر بردارند. چون ساحت آغاز کردند، قباد بمرد و وصیت کرد مر انوشیروان را که این مساحت تمام کن و خراج نه و مردمان را از سختی 10 و 5 برهان. اصلاحات دیگری که خسروی انوشیروان پیش گرفت، اصلاحات ساحه نظامی و تشکل نیروی حربی دائما عمل کننده بود. او به جای دسته فداییان و سپاه احتیاطی حاکمان منطقه های گوناگون، دسته های سپاه اساسی و لشکر کسبی دائمی را تأسیس داد که آنها بی خطری کشور و امنیت دولت را تأمین می کردند. علاوه بر این، او سروری سپاه را به 4 سپهبد شمال، جنوب، غرب و شرق واگذاشته، خود سپهبد عمومی کل لشکر گردید. ولایت های مرزی را باشد مرزبانان حمایه می کردند که سپاه معینی در اختیار داشتند. این اصلاحات با تقاضای سیاست دولتداری و نظام پیشرفته اداره کنی دولت و تحکیم امنیت کشور
و به خصوص حفظ مال و جان ثروتمندان پیش آمد. انقلاب اجتماعی مزدکیان در داخل مملکت و تاخت و تاز و سرحد شکنی هیتاریان و امپراتوران روم و دیگر دشمنان خارجی سبق داد که برای تعجیلاً سرکوب ساختن آنها لشکری متشکل و دائما عمل کننده کسبی ضرور است. گذشته از این، فداییان دسته شاهنشاهی، دهقانان آزاد و اشرافان سیرشماری با تعقیب مزدکیان از مال و ملک محروم شده که به دستگیری شاهنشاه نیاز داشتند، می توانستند در صف لشکری کسبی خدمت نموده نفقه روزگارشان را تأمین نمایند. همین طریق 12 دسته 1000 نفره سپاهیان سواره شاهنشاهی که به پاداش خدمت کسبیشان از خزینه دولت حق می گرفتند، پایدیوار اصلاحات حربی خسروی انوشیروان را تشکیل داده اقتدار نظامی و سیاسی ساسانیان را دوچند افزودند و تدریجاً به بسیار پیروزی ها علیه دشمنان خارجی نائل گشتند. لشکری دائما عمل کننده در طول یک عصر من بعد بارها از بالای امپریای روم و هیتالیان و ترک های کوچمنچی و بادیه نشینان عرب غلبه کرده عظمت و شکوه سابقه ساسانیان را احیا نمود. خسرو انوشیروان بعد انجام دادن چندین تدبیرها در سیاست داخلی کشور، بخصوص آرام ساختن مخالفت 30 ساله اجتماعی و طبقاتی مزدکیان، رو به سیاست خارجی آورده برای افزودن نفوذ و اعتبار بین المللی ساسانیان کوشش می نماید. او نخست سال 533 با امپراتور روم یوستینیان که در نیمجزیره ایتالیا و قسم شمالی افریقا به جنگ و کشورکشایی مشغول بود، عهدنامه صلح بسته از هجوم ناگهانی یک رقیب توانا آسوده می گردد. این شرطنامه صلح اصلاً ادامه همان صلح قباد آید به استوار نمودن سد ساحل‌های دربند و دیگر مرزهای قفقاز بوده. به قول حسن پیرنیا، روم به مقدار 11,000 لیر طلایی مبلغ می پردازد و ملک‌های سابقه هر دو جانب چون پیشتر باقی می مانند. امپراتور روم یوستینیان که اصلاً از مکدونیا بوده، بیشتر از عمکش امپراتور سابق یوستین تربیه حربی گرفته بود. مثل اسکندری مقدونی دعوای برپا نمودن امپریای جهانی را داشت. او کوشش میکرد که راه‌های بحری تجارتی را در بحرهای میان زمین، بحر سرخ و بحر سیاه به دست آورده از فروش متاع ابریشم در کشورهای مختلف اروپا سود زیادی بردارد. پایتخت روم، شهر آوازدار کنستانتینوپل، در ساحه تجارت داخلی و خارجی شرایط مساعد را فراهم آورده، چون پول زرین قطعه های اروپای و آسیا را با هم می پیوست. بغیر از کنستانتینوپل، در دیگر شهرهای تجارتی روم، انتیاخیا، پالمیرا، نسیبین، ادسا، کلینیکا، تیر، اسکندریه و غیره تجارت و هنرمندی ترقی کرده. آنها پیش از همه به اشیای خام صناعتی و مال و اموال خوشخرید تجارتی نیاز داشتند. علل خصوص دستگاه های بافندگی هنرمندان روم، وارد نمودن نخ ابریشم، کنب، پوست و موینه، اینچنین طلاواری، سنگ‌های گرانبها، موادهای کیفیت آوری تریاک و افیون را تقاضا می‌کرد. بروم از قلمرو چین و سوخت و باختر و ایران متاع و نخ ابریشم،
از مصر و هند پخته و کنب پیوسته آمده، شهرهای تجارتی نزد بحر سرخ از آن جمله تیر، سیدان، اسکندریه و پاناپولیس برای خریداران سرشماری کشورهای اروپا موافق ذوقشان متاعهای اعلی صفت و خوشنمود استحصال می کردند. به قول مورخ معروف رومی امیان مرسیلین، از آخرهای عصر 5 تا ابتدای عصر 7 در شرق نزدیک و میانه تجارت ابریشم فوق العاده اوج گرفت و این متاع پرقیمت به یکی از مسئله های سیاست بیرونی امپریای ویزانتیا روم تبدیل یافت. ویزانتیا با مقصدی به دست آوردن ابریشم و تجارت وسیع آن نه تنها با ایران ساسانی بلکه با حبشیه، شاهان خردی عرب سوخت و خاقان ترک رقابت می نمود. خسرو انوشیروان که با تدبیرهای اندیشیده‌اش وضع داخلی مملکت را آرام نموده بود، در مقابل سیاست تجارتی و داد و ستد فایده آوری رقیبان توانای خود روم و هیتاریان بی‌طرفی را پیشه کردن نمی توانست. او با مقصد کساد نمودن دستگاه های نساجی روم و انحصار اقتصادی این رقیبی توانایش اولا نرخ ابریشم را در بازارهای داخلی امپریای خود می افزاید تا که از تاجران رومی زری بیشتر ستانیده قدرت اقتصادی و نظام دولت را بلند بر روم مجبور بود که متاع و نرخ ابریشم را از بازارهای موجوده داخل ایران با نرخ گذاشته ساسانیان خریداری نماید. گذشته از این، کاروانهای حامل ابریشم تاجران چینی، سعودی و باختری قلمرو هیتاریان را که هم از راه خشکی و هم از راه آبی از حدودهای سرحدی ایران می گذشتند، با دستور خسرو انوشیروان زوراً نگاه داشته یک قسم مال آنها را با نرخ ارزان دلخواهشان می خریدند و سپس آن را به تاجران رومی و غربی با ارزش گران می فروختند. سفیران رومی و هیتاری و ترک ها چندین بار درباره به اعتدال آوردن نظام تجارت و نرخ ابریشم به شاهنشاهان سابقه و خسرو انوشیروان مراجعت نموده باشند هم نتیجه حاصل نمی گشت. از این خاطر هم امپریای روم و هم دولت هیتاریان به این سیاست ناگوار تجارت ابریشم که از جانب ساسانیان قصداً پیش گرفته شده بود به آسانی راضی شده نمی توانستند. آنها همه امکانیت‌های موجوده را استفاده نموده به خود اتفاقچی می جستند تا که نفوذ به انتهای ساسانیان را در ماورای راه بزرگ ابریشم کاهش دهند و وابستگی اقتصادی و مانعهای راه تجارتی را از میان بردارند. یوستینیان محض به همین خاطر به تسخیر مصر و قسمت شمالی افریقا دست زده میخواست توسط راه تجارتی بحر سرخ و اقیانوس هند با میانروی سوداگران حبشیه انتقال ابریشم را به شهرهای نزد بحری روم براه ماند. در همین زمینه جنگ نوی روم و ساسانیان سال 540 بالا گرفته خسروی یکی انوشیروان به سمت سوریه لشکر کشید و شهر انتیاخیه را محاصره نموده آن را آتش زد و قسم زیادی اهالیش را اسیر گرفت. او در نزدیکی تیسفون شهر نوی را با نام انتیاخیه خسرو بنا کرده اسیران سوریانی و رومی را در شهر نو جای داد. سپس او جنگ را برای ضبط نمودن ملک‌های در زیر تصرف روم بوده ارمنستان و گرجستان، اینچنین
تحت وصایت خود آوردن راه‌های تجارتی بحر سیاه و بحر میان زمین ادامه بخشید. مطابق شرطنامه صلحی که سال 562 بر روم بسته شد، سرحد هر دو دولت در ارمنستان و گرجستان باز هم در حدودهای پیشتره باقی ماند. گرچند خسروی یک در این نبردها به پیروزی نظررس نایل نگشته باشد هم موقع خود را در بحر میان زمین استوار نموده به خلیج‌های سمت بحر سیاه و بحر سرخ راه گشاد. او توسط سفینه‌های جنگی یورش بحری را ادامه بخشیده سال 570 از اتفاقچی روم حبشستان یک قسم سرزمین بای و پرفیض آن یمن را ربود و موقع خود را در خلیج‌های قسمت شرقی بحر میان زمین، ممالک عربستان، یمن، اینچنین خلیج‌های بحر سرخ و اقیانوس هند استوار نمود. با همین راه نوی تجارتی ویزانتیا که توسط بحر سرخ و اقیانوس هند کشاده بود از جانب خسرو انوشیروان بسته شد و روم چون پیشتر در مسئله تجارت ابریشم پایبند ایران ماند. در طی مبارزه های طولانی انتهای عصر 5 و نیمه اول عصر 6 که میان شاهنشاهان ساسانیان و امپریای روم گاه اوج می گرفت و گاه فرو می نشست، دولت هیتاریان نیز بعد تسخیر ملک‌های ترکستان شرقی در پهناهای آلتای برقیب توانای دوچار آمد که در تاریخ با نام ترکیوت‌ها، ترک‌های قدیم یاد می شوند. این موج توانا و تندروی کوچمنچیان آلتایی در واحه‌های راه کاروانگردی چین و دونخوان، حوزه تاریم و ترفان، بلساغون و تراز، تاخت و تاز و یغماگری ها نموده برفت و آی کاروان‌های حامل ابریشمی هیتاریان خطر ایجاد می کردند. گرچند در عهد دولتداری خوشنواس اخشونور آنها را بارها تعقیب نموده تا کنارهای پایان رودی سیر و کولی بلخش و قسمتی شماری خوارزم برده باشند هم آنها باز نیروی تازه گرفته غارتگری و تاخت و تازهای خود را ادامه می دادند. خود از خود سؤالی به میان می آید که این قوم کوچمنچی ترکیوت‌ها از کجا پدید آمدند و اصل و نسبشان از کدام دودمان ابتدا می گیرد؟ چرا آنها توانستند در مقاومت امپریای چین و دولت هیتاریان استادگری نموده دیگر قوم و قبیله های کوچمنچی آلتایی را مطیع خود سازند و یک اتحاد توانایی اصولاً قبیلوی را تأسیس داده چندین امپریه های توانایی جهانی را شکست دهند؟ برای به این سؤال ها پاسخ گفتن خواه و ناخواه به تاریخ پدیدایی و تشکلیابی طایفه های ترکیوت، اتحاد اولادی و قبیلوی و نظام اداری و حربی آنها نظر افکندن راست می آید. چنان که در باب بالا ذکر کردیم، خونها بعد شکست دادن و تعقیب نمودن قبیله های آریایی یویجی ها در پهناهای آلتای و دشت کبیر توران قریب 2 عصر یک کتازی می نمودند. آنها بعد چندین شکست پرفاجعه با فشار اتحاد قبیله های سیانبی قلمرو سابقه خود را ترک نموده یک قسمشان به جستجوی چراگاه های نو و ملک های تازه بودوباش به سمت غرب حرکت می کنند. دیرتر در ابتدای عصر 5 میلادی به جای آنها در ماورای آلتای قبیله های جوجن ها، سرآمدان ترکیوت ها
مردمی پرخاشجوی و بیابانگردی مغول نژاد پدید می آیند که پیشوای نخستین آنها موافق اخبار سرچشمه های خیتایی یوگ یول یوی می باشد. یوگ یول یوی به قول ترکشناسی توانا گومیلیوف در سالهای 50 عصر 4 به غلامی افتاده در صف سربازان سواره قبیله سیانبی خدمت می کرد. از قضای تقدیر یوگ یول یوی برای کدام گناه محکوم مرگ می گردد و از دست پاسبانان رهیده به کوهستانی دور و مخوفی کنارهای آلتای پناه می برد. او دیرتر در اطراف خود تقریباً 100 نفر دهقانان بینوا، غلامان فرار نموده و سربازانی مثل خودش گریخته به حقوق را متحد ساخته در مراسا با همسایه‌شان قبیله آلتایی تلیوت‌ها زندگی می کنند. درباره نسب پیدایش، جنبه‌های اتنیکی و حیثیت قومی جوجنها سرآمدان ترکیوت‌ها گومیلیوف در اثر مکمل تحقیقاتیش ترک‌های قدیم چنین می نویسد: Вопрос о происхождении народа жужжане ставился неоднократно, но окончательного решения не получил. Можно думать, здесь неправильно сама постановка вопроса, ибо надо говорить не о происхождении, а о сложении. У жужжаней, как у народа, не было единого этнического корня. Происхождение жужжанского народа было несколько своеобразно. В смутные времена всегда было много людей, выбитых из седла и скомпрометированных. Немало таких оказалось и в середине IV века. Все, кто не смог оставаться в ставке Тобасского хана или в столице гуньского Шуньюяя, бежали в степь. Туда же бежали от жестоких господ невольники, из армий дезертиры, из обедневших деревень нищие крестьяне. Общим у них было не происхождение, не язык, не вероисповедание, а судьба, обрекшая их на нищенское существование, и она-то властно принуждала их организоваться. جانشین یوگ یول یوی، گیوی لیوی خای و سایتی سروری تلیوتها خانهای تابه را اعتراف نموده با آنها هر سال اسب، موینه و دیگر تحفه های مناسب را پاداش می برد. این اتحاد مردم گوناگون طایفه تدریجاً افزوده به خود نامی جوجنها را می گیرند که در موضعهای خلقه و خنگن کوچمنچگی می کردند. طرز زندگی و اتحاد جوجنها از اصول زندگی قبیلوی فرق داشته. نظام حربی و مأموری آنها را دسته 1000 نفره جنگاوران تشکیل می داد. این دسته حربی و مأموری به خان اطاعت می کرد و 10 پرچم داشت که تحت هر پرچم 100 نفر فدایی با سرور خود گرد آمده بودند. جوجنها از خط و سواد بی بهره بودند و قانون و نظام زندگی آنها به تاخت و تاز و یغماگری اساس می یافت و جنگاوران دلاور از غنیمت‌های ربوده شان حصه زیادتر می دادند و ترسوها را قمچین کاری می کردند. سرچشمه های چینی درباره زبان گفتگوی جوجنها عقیده یگانه ندارند. به قول لیو گومیلیوف، سالنامه چینی ویشو جوجنها را یک شاخه قبایل دونخو، ولی سالنامه های سونشو، لینشو و ننشو هم نسب خونها می شمارند. ولی در اطراف پیشوای نخستین اشخاصی نسبشان یگانه نی، بلکه مردمی مختلف زبان و گوناگون طایفه گرد آمده بودند که بین همدیگر غالباً با یکی از شیوه های سیانبی حرف می زدند که منسوب زبان قدیمه مغولی است. جوجنها در ابتدا وصایت تلیوتها را اعتراف نمایند هم
دیرتر این قبایل کوچمنچی چاروادار را مطیع خود نموده. سرزمین آنها قسمت شرقی آرداس را ضبط می کنند. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори 71-ро аз китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ Ализода Абдурашиди Хоҷамқул, коргардон Шералии Нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.